سلام دوستان عزیز، خیلی ممنونیم که ما را انتخاب کردید برای تماشا. در این ویدیو نگاهی خواهیم انداخت به آخرین وضعیت تیم استقلال در قبل از بازی با الوحدات اردن در لیگ نخبگان آسیای 2 و نگاهی خواهیم انداخت به وضعیت امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی و لیستی که باید تا 6 روز آینده اعلام بکنه. پس تا پایان همراه ما باشید. سرمربی پرتغالی که تا یک قدمی اخراج هم رفت و در آستانه پایان همکاریش با آبی‌ها بود، حالا با کسب 4 برد پیاپی توانسته هم استقلال را در لیگ برتر به رتبه نخست برساند و هم در لیگ قهرمانان آسیای 2 آبی‌ها را به صعود از مرحله گروهی امیدوار کند. استقلال امروز چهارشنبه باید در اردن به مصاف الوحدات برود و چهارمین بازی آسیاییش در فصل جدید را انجام بدهد که برد در این مسابقه هم میتواند پنجمین پیروزی پیاپی آبی‌ها را به ثبت برساند و هم راه صعودشان از مرحله گروهی را بیش از پیش هموار کند. اما محرومیت علیرضا کوشکی باعث شده تا مهمترین دغدغه ریکاردو ساپینتو برای دیدار با الوحدات انتخاب جانشین او باشد. استقلالی‌ها برای انجام چهارمین بازیشان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیای 2 باید به مصاف الوحدات بروند. آبی‌پوشان در دور رفت مرحله گروهی توانستند فقط 3 امتیاز کسب کنند و باخت مقابل الوصل و المحرق باعث شد تا امیدهای صعود استقلالی‌ها به مرحله حذفی کمرنگ شود. اما با این وجود کسب پیروزی دوباره برابر الوحدات میتواند ورق را به سود آبی‌ها برگرداند. کاروان تیم استقلال در حالی مهیای اعزام به اردن شده که در کنار مصدومیت حبیب فرعباسی که قرار است آنتونیو آدان به جای او از خط دروازه آبی‌ها برابر الوحدات اردن حراست کند، ریکاردو ساپینتو دغدغه بزرگتری دارد. محرومیت علیرضا کوشکی ستاره خوش تکنیک استقلال در بازی رفت با الوحدات به دلیل انجام خطای غیر ورزشی که کارت قرمز گرفت و 2 جلسه هم از سوی AFC محروم شد تا جمعاً 3 بازی دور برگشت استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیای 2 را از دست بدهد. وضعیت ویژه در پست وینگر چپ، یک محروم و یک مصدوم. کوشکی که در این فصل 3 گل زده و 2 پاس گل داده و نمایش‌های درخشانی را از خود به جای گذاشته، در دیدارهای اخیر به اوج هماهنگی با یاسر آسانی و منیر الحدادی رسیده بود. اما حالا محرومیت او شرایط ویژه‌ای را به وجود آورده است، آن هم در حالی که موسی جنپو هم به دلیل مصدومیت دور از دسترس ریکاردو ساپینتو است. تا خارج از لیست نفرات اصلی ساپینتو فقط اسماعیل قلیزاده را به عنوان وینگر چپ تخصصی در فهرست نفرات خود ببیند که حضور او در ترکیب اولیه برابر الوحدات میتواند ریسک بزرگی باشد. اما ساپینتو علیه پیشبینی‌ها نه رضاییان نه اسلامی و نه جلالی، سرمربی پرتغالی در شرایطی که تصور میشد با اضافه شدن چهره‌هایی مثل رامین رضاییان، محمد حسین اسلامی و حتی ابوالفضل جلالی بخواهد سیمای فاز هجومی تیمش را تغییر بدهد، حالا مشغول آزمون خطای مهمی است و شاید یک سیاست متفاوت را برای دیدار با حریف اردنی اتخاذ کند. مهران احمدی و منیر الحدادی که در بازی‌های اخیر استقلال خوش درخشیدند، مهره‌های ویژه مد نظر ساپینتو هستند که قرار است جایگاهشان در ترکیب استقلال برابر الوحدات تغییر کند. یک تغییر جذاب در انتظار ترکیب استقلال. ساپینتو با توجه به نمایش‌های خوبی که آسانی در پست وینگر راست از خود نشان داده نمی‌خواهد موقعیت او را تغییر بدهد و در حالی که پست تخصصی منیر الحدادی وینگر چپ است، سرمربی آبی‌پوشان می‌خواهد منیر را جانشین کوشکی در ترکیب اصلی کند. با یک خط جلوتر آوردن مهران احمدی و حضور او در قامت هافک بازیساز، دیدی اندونگ را به ترکیب اصلی تیمش دوباره اضافه کند تا در میانه زمین با امیر محمد رزاقی نیا زوجسازی کند و به نظر می‌رسد که با این سناریوی احتمالی جای خالی کوشکی در نبرد حساس با الوحدات پر خواهد شد. قضاوت این دیدار حساس را احمد اکاشه، داور 38 ساله اهل سنگاپور، بر عهده خواهد داشت. مانوچ کلوانی در کنار اشوکراج جیوارجا هم که هموطن اکاشه هستند، او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد. ضمن آنکه علی رضا داور اهل لبنان هم به عنوان داور چهارم مسابقه انتخاب شده و محیوب صادق از فلسطین هم ناظر داوری مسابقه خواهد بود که بازخوانی کارنامه داور اول نشان می‌دهد که او داور نام‌آشنایی در فوتبال آسیا محسوب نمی شود. دومین قضاوت اکاشه در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا 2 است. اکاشه 38 ساله که در یک دهه اخیر نامش جزو داوران لیست الیت بوده است، قرار است برای دومین بار در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا 2 قضاوت کند. او پیشتر نبرد بین آرقداغ و
اندیجان را سود زده بود که آن مسابقه برنده نداشت و داور سنگاپوری 5 بار از کارت خود استفاده کرد. اما یاسر آسانی که عملکرد خیره کننده‌ای در ترکیب استقلال داشته، با گلزنی برابر الوحدات میتواند نام خود را در تاریخچه آبی‌ها جاودانه کند. استقلال در پنجره نقل و انتقالات تابستانه لیست نفرات خارجی خود را دگرگون کرد و آبی‌ها به جذب ستاره‌های پرآوازه رفتند. از یاسر آسانی که فصل گذشته دومین گلزن برتر لیگ نخبگان شد تا منیر الحدادی ستاره سابق بارسلونا در کنار موسی جنپو را به خدمت گرفتند. آسانی البته با توجه به تقویم متفاوت فوتبال باشگاهی کره جنوبی قرار بود از نیم فصل به جمع آبی‌پوشان اضافه شود، اما استقلالی‌ها بعد از مطالبه ریکاردو ساپینتو و البته درخواست ویژه هواداران دست به جیب شدند و در شرایطی که خود آسانی هم تمایل داشت تا زودتر به جمع آبی‌پوشان بپیوندد، هزینه میلیون یورویی انجام دادند تا بتوانند ستاره آلبانیایی را زودتر در اختیار داشته باشند. آسانی مرد اول استقلال در فصل جدید بوده و توانسته آمار خیره کننده ای را از خود به جای بگذارد. 11 بازی 6 گل و 1 پاس گل که آماری درخشان برای یک وینگر محسوب می شود. حمله آسانی به رکوردهای ستاره فراموش نشدنی آبی‌ها. یاسر آسانی در 4 بازی اخیر خود در استقلال در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیای 2 توانسته گل بزند که در بین بازیکنان خارجی آبی‌پوشان فقط مامتیام توانسته بود چنین رکوردی را از خود به جای بگذارد. بازیکنی که مدیران سابق استقلال نتوانستند او را در تیم نگه دارند و بعد از مدت کوتاهی بازی در استقلال راهی امارات شد. اما بریم سراغ تیم ملی. 6 روز تا اعلام لیست جدید تیم ملی فرصت باقی است. امیر قلعه‌نویی تنها 6 روز فرصت داره تا لیست خودش رو برای مسابقات فیفا دی آینده اعلام بکنه. تیم ملی از هفته آینده وارد اردو خواهد شد و گمانه‌زنی‌ها درباره فهرست جدید به اوج خود رسیده است. فیفا دی نوامبر در راه است و تیم ملی که در فیفا دی قبلی به روسیه باخت و مقابل تانزانیا پیروز شد، حالا خودش را برای حضور در تورنمنتی تدارکاتی آماده می کند، جایی که در آن تیم‌هایی مثل کیپورد، مصر و ازبکستان هم حضور دارند و قرار است در مرحله نیمه نهایی این تورنمنت تدارکاتی 4 جانبه ابتدا جدال ایران و کیپورد به انجام برسد و سپس نبرد ازبکستان با مصر برگزار خواهد شد تا تیم‌های برنده در این دو تقابل روز 27 آبان ماه دیدار داشته باشند و تیم‌های بازنده هم روز 26 آبان به مسافه هم بروند. امیر قلعه‌نویی در فیفا دی قبلی تلویحاً عنوان کرد که دوره آزمون و خطا تمام شده و می‌خواهد در فیفا دی های آینده در شرایطی فهرست تیمش را چینش کند که نفرات دعوت شده اکثراً چهره‌هایی هستند که قرار است در لیست نهایی تیم ملی برای شرکت در جام جهانی 2026 حضور داشته باشند. مفهوم پیغام ژنرال روشن است. اینکه بازیکنانی که در فیفا دی های اخیر برای اولین بار به اردوی ملی دعوت شده بودند و فرصت بازی کسب کردند، اگر در لیست های آتی تیم ملی حضور نداشته باشند، یعنی شانسی برای همراهی تیم ملی در جام جهانی نخواهند داشت. اما تغییرات مهم آیا در فاز دفاع خواهد بود؟ قلعه‌نویی در فیفا دی های اخیر با معذوریت‌هایی مثل مصدومیت و ناآمادگی هم مواجه بوده که حالا برای فیفا دی پیش رو شرایط تغییر کرده است. مثلا محمد حسین کنعانی زادگان دوره مصدومیتش را به پایان رسانیده و یا صادق محرمی دوباره به شرایط مسابقه بازگشته. در چنین موقعیتی به نظر می رسد که تغییر و تحولات مهمی در لیست تیم ملی صورت پذیرد که شاید مهمترین چالش قلعه‌نویی می تواند در فاز دفاعی باشد، جایی که قلعه‌نویی برای بازگشت چهره‌ای مثل کنعانی زادگان باید از کنار نام شجاع خلیلزاده یا حسین ابرقویی، محمد امین حزباوی و محمد مهدی زارع بگذرد و احتمالاً ابرقویی خط خواهد خورد و در شرایطی احتمالاً صادق محرمی دوباره ملی پوش می شود. اما ظاهراً با نوع رفتار امیر قلعه‌نویی احتمالاً با کمترین سورپرایز ممکن در لیست تیم ملی همراه خواهیم بود و لیستی که احتمالاً پیش بینی میشه علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، محمد رضا اخباری، محمد خلیفه، علی نعمتی، شجاع خلیلزاده، حسین ابرقویی، محمد امین حزباوی، مهدی زارع، صالح هردانی، رامین رضاییان، آریا یوسفی، مهدی هاشم نژاد، حسین زاده عزت اللهی، خداوندلو، سامان قدوس، محمد قربانی، نورافکن، جهانبخش، محمد محبی، صیاد منش، جواد حسین نژاد، مهدی طارمی، علی علیپور، کسری طارمی چهره‌هایی بودند که در فیفا دی اخیر به تیم ملی دعوت شدند که البته جای صالح هردانی مصدوم را
دانیال اسماعیلی فر گرفت. همانطور که پیشتر گفته شد احتمال حذف نام چهره‌هایی مثل ابرقویی و جهانبخش در کنار کسری طاهری وجود دارد، اما به نظر میرسد به این سوال که آیا لیست جدید تیم ملی شگفتانه جدیدی دارد یا خیر احتمالاً باید پاسخ منفی داد، چرا که در تعارض با رفتار امیر قلعه‌نویی است و بعید به نظر میآید که قلعه‌نویی در فاصله کمتر 250 روز تا جام جهانی بخواهد به آزمون و خطای دیگری دست بزند. دوستان عزیز، خیلی ممنونیم که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. اگر ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. خیلی دوستتون داریم.